خوبی؟ چطوری؟ من رضا گوتیلا هستم یا رضا پور. امروز گیم پلی بازی کلش رویال رو داریم، بریم این بازی شروع کنیم. خب بچه‌ها من تقریبا 3 سال دارم این بازی رو بازی میکنم و اینکه تقریبا میدان نبرد آنلاین 19 هستم و اولاش هم نیستم و خودتون بیاین نگاه کنین. این پروفایلم که رضا تبعکاره، هم که خودم هم میدان نبردمه و ممکنه من چه ببازیم، چون یارو قبلی میاره، ولی من از تا جایی که سعی میکنم نمیبازم، تا جایی که میتونم نمیبازم، چون من نیروهای قوی گذاشتم و بخش جدیدی که خودتون میدونید تاکتیک اقدام که جدیده مرگای ناگهانی رتبه بندی شده که برترین نفراته که از 15,000 جام باز شدم چالششه و بریم شروع کنیم. بچه اول صبر کنیم تا طرف مقابل آهان خب این از این بچه ها این که کام ماشالله. خب بچه ها بچه ها واقعا مینی که سلطان اینا قبول داریم با میشه با ما نشون داد. واو من گوش شوالیه. بچه من دو تا اول هم راستی باز کردم، من یه دونه اول بیدار رو باز کردم و یه دونه اول برو و همون تکامل یافتشون با کل بازی سلطانه واقعا این گوش شوالیه. بچه ها همه بازی باشن هم سلطان های کلش شده بچه خیلی گیمر هست پرفکت از من هست، فکر نکنم بچه ها گیمر حرفه. من تازه 3 سال همش این بازی دارم، همش چیز دارم. بعضی فکر کنیم بچه برترین بازی کنه که اشریار الان فکر کنم ولی دیگه فکر نکنم الان باشه. 1 سال همش این کلا این بازی کرده. من که 3 سال بازی کرده بزرگتر شده. بچه ها این از این. خب این از این یه دستی هم بزنیم بچه، باید زیاد وقتتون رو نمیگیرم. یه دستی هم بزنیم. خب اولی این حتی فکر نکنم یارو دل خوشی داشته باشه. خب این فصل چند دقیقه از ویدیو رفته؟ خب حله حالا 4 دقیقه. حتی این له کنن نه واقعا قویه.
نه بچه ها متاسفانه باختی. یارو جنبی بچه فکر نکنن دست و برنده بشیم. حالا پوکیدم چه بچه ها خب باختیم متاسفانه، ولی مهم اینه که ویدیو بچه ها مهم اینه که دلم با کلش رویال هستش و خواهد بود. بچه ها حتما جمله به یاد داشته باشید. خب بچه ها ممنون که این ویدیو رو تماشا کردیم. یه دست بردیم یه دست باختیم، ولی میدان نبرد 19 هم داریم رد میکنیم کم کم. ایشالا یه ویدیوی بعدی همراهتون هستیم. خودتون باشین. خداحافظ.